میگن که اسرائیل به آقای جنتی گفته که تو یک هفته بمیر، اگر دیدی اون ور دنیا بده من تو رو دوباره برمیگردم. و ایشان گفت که درباره من چی میگن؟ گفتم میگن اول خواستگار حضرت حوا تو بودی، اما چون سنت بالا بود به تو ندادن، حضرت آدم رفت حوا رو کرد. میخند. گفت دیگه چی میگن؟ گفتم میگن حضرت آدم به خدا گفت خدای این پیرمرد که اینجا میپلکه. خدا گفت ولش کن، اون جنتی قبل از منم اینجا بود. اینقدر میخندید آقا. گفت دیگه چی میگن؟ گفتم میگن که خدا رفت بهشت بسازه، دید تو اونجا نشستی، به تو گفت پیرمرد تو اینجا چیکار میکنی؟ اسمت چیه؟ تو گفتی من جنتی هستم. خدا هم بهشت درست کرد، اسم گذاشت جنت. خوب الان؟ عالی. عالیه دیگه 100%. اصلا دوربین رو مدل این خفنی تا حالا ندیده. آخه تو اگه خوب بودی که عروس میشدی، نه مدل عروس. وای شت. حالا کسی اینجوری ترم نزده به سر